سیوم گناه بزرگ گفتن همینه که ان تزنی بحلیلت جارک، با زن همسایه زنا کردن. پیغمبر خدا علیه السلام گفت شما میدونین زنا چی یک عملی فحشا و بد است؟ گفت بله. شما میدونین که وقتی یک نوجوان مرد به زن همسایه زنا میکند جنایت زنا یک نوشته نمیشود، گناهش یک به 10 ضرب میشود که 10 زن بیگانه را زنا کرده باشد. یه روز میفهمی با زن شوهردار زنا میکنن. من خب به زوجة امرئ مملوکه فلیس منی، حدیث ابو داود. کسی اگر با زن شوهردار زنا میکند، عائله وی را فساد و حرام خراب میکند، پیامبر گفت من ایوه بیزار است و امت من نیست. حضرت گفتن که خوشا به حال آن نفره که دنیا را ترک میکند پیش از آن که دنیا او را ترک کند. دنیا را ببینید همه را ترک میکند. هر یک میلیونر و پولدار و وظیفه‌دار که در خصوصا همه بیماری های و وبای بد که خدا هر چیز زودتر برداشتش کنه دیگه هیچی پیش راهش نگیره. و نه بچه که خود جاندی، بچه یاش جوانی تاجر اگر خوانده باشین در خبرها همه بیماری ده گرفتار شد. ما مردم یک تاکسی 11 را پول نداریم کرا کنیم، اون مردک سمالیات کرا کرد. سمالیات که ولی نمیپرید، سمالیات را کرا کرد، پول سمالیات رو داد، رفتن ای مسکو پروفسور آوردن در اینجا دید گفت را بردن در کار نه که چقدر خراجات های با سمالیات رو بر کردن بردنش در اوجا نشید، توابت نشید، مرد. با همه سمالیات مردش آورد. خوشا به حال آن نفره که دنیا را ترک میکنه پیش از آن که دنیا را با دنیا دودا نشویم. باور کنید هر چی که امروز ما را اینقدر ضعیف و ناتوان کرده، محبت دنیا در قلب و دل ما جای گرفتگی. محبت دنیا ببینید امروز فرزند پدر به فرزند پدر ساز نیست، همسایه به همسایه ساز نیست، خش اعتبار با دیگر قهری، همه رو شما حساب کنید حساب محبت دنیا یگون چی دیگر نیست. همین محبت دنیا دیگه مردم دلاش خراب کرده، دلا را اینقدر خنک کرد که باید دیگر همین روی دیدن نداریم که دیگر خیلی سلام کنیم. خوشا به حال آن نفره که بنا قبره قبل ان یدخله، قبر خود آباد میکند پیش از آن که داخلش میگرداند. همه ما قبر داریم برادرای عزیز، بعضی را قبرش در داخل بحره، اونا یک اویله 4 نفر رفتن توضیح مردشان رو نیافتن. انشاءالله اهل ایمان و اسلام پیامبر میگه که اگر در داخل بحر روند غرق شوند حکم شهید دارن، نه که قبر آیا همونجا بوده. بعضی انسان شاید که در سمالیات صدمات گرفتار میشه و پاره میشه، جسد چنه میوان، قبر ویر خدا در همونجا محیا میکنه. بعضی انسان شاید که جی علاوه میسوزد خاکستر میشه، قبر او خدا در همونجا آماده میکنه. قبر معنای وای نیست که زیر خاک شدی به قبر میشود. خدا بتونه در آسمان قبر تو رو محیا کنه. همون ایام برزخ در همونجا گذره، همون سوال و جواب منکر نکیر در همونجا گذره. بعضی را شیر میخورد، بعضی را گرگ میخورد. مثلا همین فرزندی ابو لهب نقل میکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دشنام دادن. نعوذ بالله بسیار پیغمبر خدا دشنامای قبیح داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار دردش کرد. بعد دستش برداشت، ولی میگم پیغمبر دعای بد نکرده، جوش دعای بد کردگی بعضی جودا. گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، ای پروردگارا یک شیر درنده یا که سگ درنده تا بالای همین مسلط که کمی را پاره کند. پیشو مرا دشنام قبیح داد. میگه با همراهی تاجرا برآمد به سفر. اون وقت دیگه قطارو مثلا ماشینای خیلی زمانوی و که سمالیات نبود، با شطور برفتن. رفتن مونده شدن در اج خیمه هاشون نزدن، گفتن همینجا استراحت کنیم با سفر رو دوام میتیم. شب همه خوبه، ایره خوب نمیگیره. او دعا در گوشش رفته است که همین دعای همین قبول شده دیگه، دعای محمد صلی الله علیه و سلم. در بین مردم درآمد خچ پوشون، همین آدم ترسیده دیگه اینجا خوبش میگیره. کرپر لباسش بالاش میکشد. یکی نگاه کرد که ای پایون شیر آمده است. همه خوبه. ای همه اول انسان سر کرد بو کشید، حتی بو کشید و موندش. بالاخره آمدی سرش در دورین همه بجا که بین دو نفر ده که مرا بو بکشه که ای بین همه بو کشیدش گفتم نمیه. و الله فرمان داده گریش پارش کرد. یعنی داخل شیر ده که رفت خبری باید داخل شیر هم شد.
چخیر این همه خانه هاتون میتونین وظیف کنین، فسون کنین، مثلا تعمیرهای خوب، با قالین‌های خوب، با کلپچه‌های خوب، با قندیل‌ها و لستروهای خوب خانه قبر میشه آباد کرده. نه که خانه قبر با مسئله ساختمانی دنیا آباد نمیشه. اون دو خدیه برادر رفتیم $10,000 نه کم در بالای قبر گرفته صرف کرده، خراجات کرده. ایره کی اجازه داده؟ یا اسراف ای حضرت حمزه را بالای پدر مادر ما رفتین حاجی دیدین اونا که سید شهدای جنت های 70 شهید در احد های. امام حضرت مصعب پارا پارا شدن، دست هاشو بریدن زنده به زنده، 21 ساله جوان های. حضرت حمزه را بگیم مسله کردن، گوشاشو بنیاشو بریدن. کدام همه خیلی کرده او $10,000 نمیبری در همون خیشوها تقسیم کنی و 100 نفر $100 میخری، یک ماه خوراکشون میشه. یا او قدر دل در همون فرزند یا پدرت میسودن $10,000 برای یه جا دیگه او بگذارون، مردم او ندارن بخورن. $10,000 بته 5 نفر زن میگیره، 5 نفر $10,000 بته زن میگیره، خانه مسلمان آباد میشه. هر وقتی که با همسرش آغوش میکند، خانه‌داری میکنه و فی بوضع عهدکم صدقه، حدیث مسلم. وقتی با همسر حلالت آغوش میکنی ثواب صدقه نوشته میشه. 10 دقیقه که با همسر دوست داری میکنی، آغوش میکنی، خانه‌داری میکنی، 20 دقیقه ثواب صدقه نوشته میشه. جوان مرد که در حقش رفتن میگیره ثواب. احتیاط کنید نخواهی از سنگ برای شما 10,000 تومان بگیرینی. سنگ گرفتیم مونده فقط نشانه یگان چی ننویسیم. کتاباتی در بالای قبر رسول خدا من کردگیم. فقط همین قدر وهبه زحالی در فقه الاسلام و ادلته میگه که خیلی نامش نویسن، اما مردار تولد روزی باشه، تمام دیگه یگان چیز ننویسن. نه ماه ستاره بکشه، نه بسم الله الرحمن الرحیم بنویسه، نه الله محمد. زیرا وای جای نجاست ای، شاید یگان سگ می پیشاب میکنه چی میشه میواد. عادی ترین نه سنگ ورین تمام برای همون نشانی همون خانه جای قبرش گفته. نه که بینای قلب برادر عزیز به نماز میشود، به عمل صالح میشود، به تلاوت قرآن میشود، به ذکر پروردگار میشود. خانه قبر تر یگان فناریک، یگان پروژکتور، یگان برقای دنیا روشن کردن نمیتونه، همه وای بیکار میشه. برای 400 ولت در موجی که ترانسفورمر مسلمان لامپشکر بگذارن کار نمیکنه. روشنایی اوجه فقط عبادت عمل صالح داره. اما خیر خوبی کردی میشود. نماز در وقتش نخوندی عذاب در گرفتار میشه. یک نفر میگه شب خواب میبینه قیامت در یادش میاد، قیامت در خوابش میداره. ابن عمر هم خواب دیدن، روایت بخاریه. وقتی این خواب دیدن قیامت شده، حضرت عبدالله ابن عمر و گفت کشیده قریب به جهنم میبردن که یک کس صدا زد و آزادم کرد. خیستن ترسیدن، پیش اپشان آمدن حفصه. حفصه مادری ما و شما زنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اون نفهم خیلی خواب دیدم، رسول خدا بپرس چی میگفته باشه. و پیغمبر خدا رو پرسید و پیغمبر گفت که عبدالله گفت بسیار جوان خوبه، همین نماز شبش ترک نکنه. یعنی هر کسی قیامت در خواب میبیند تعبیرش چی بوده؟ به همین سخن پیغمبر هم که نماز شب تا بخون، نمازات قضا نکن. یا هم در خواب میبینه قیامت برپا شده، میگیرن نام فامیلش، نام نسب فلانچه، پسر فلانچه اجاش میخوزن، بیا پیش پروردگار که حسابات نزدیک شو. فرمان میشه تو ملائکه میاد میگیرنش میبرن در دوزخ میپرتوننش. خوب در دوزخ چند روز میسوزه، عذاب میکش. در خواب دیدی ساکن ناگهان میگه یک صورت زیبا، یک انسان فرشته به صورت زیبای نورانی میاد، دستش میگیره و استاک بیرونش میکنه. ولی اگر در یگون کس محکومت کرده باشه یا که اسیرت گرفته باشه، یک کس به صداش بشنوی چه خرسند میشه، رفیقت باشه. اون در رسیا مکه یگون جدا یک محکومت کنه، یگون آدم گابگزار تلفنش کنه به صداش برای که همینجا جانی مرا محکم کردیم، باور که خرسندیش نمیدون چیکار کنه. اگر با اوجا بگیره بروش پیاده تا خانه رو میره خرسندیش. میگه داش میگیره بیرونش میکنه، ای دوزخ میرو بشه. تو میگه تو کی که مرا دوزخ برو آوردی؟ اون میگه ما همون نمازهای خواندگی تو خیلی همین نماز خواندگی بده بر وقتا نامده آخی سوختم در همین دوزخ. گفته تام بر وقت اگر مرا در وقتش میخوندی من تو رو دوزخ تو رو آوردم نمیدونم. تام که مرا قضا کردی پروای من نداشتی، من گفتم همین خیمان گفتم عذاب بکشه بعد یلتر میام دوزخ برو بشه. برای نماز تو در وقتت بخونی. قضا نکردی نماز خانه قبر به عمل صالح آباد میشه. و در قبر
چند طایفه را عذاب میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیث های صحیح داره دیگه. مثلا در روایت بخاری ابن عباس میگه با پیغمبر خدا گذشتیم، بالای قبر اومد رسول خدا، گفت ایام نوده خربو یک نودهش بیش کم بیار سبز آورد تقسیم کرد، دتش در این خانم دتش در این. گفتم که رسول خدا برای چی کار کردی؟ گفت هر دو اینها در داخل قبر عذاب کشیدیست یا سوختیست یا برای چی؟ گفت یتش خبرکش بود، خبر یه جا رو به یه جا میبرد، تو دوستا به دیگر دشمن میکرد. ولی خدا نشون داد اب یک فرزند که مادرش به چه عذاب او رو تولد کرده، 10 عقد دادر یا 5 عقد دادر در اویدا آن به زندگی میکنه، به دیگر چوی نمیخوره، یا لحظه نبینه نگه غمگین میشوه. خدا نشون داد یک کرین نبوب میغلطه همه هم رو دشمن میکنه، حتی شوهرش فرزند چه به مادرش دشمن میکنه. و چه به خدایی رو در قبر عذاب نکنه که فساد جامعه رو میکنه، هر جای تین جا آرام ناتیج میکنه. دویمش کو برای چی؟ کو برای قضای حاجت میرفته، خودش خوب تازه و پاکیزه نمیکرده، در بدنش نجاست چکیده میگشته. به همین خاطر گروه رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت علی میگن نزد قبر خدا گذشتیم، پیغمبر خدا پیش قبر اومد دعا کرد که خدای بردار همین عذاب قبر، همین عذاب قبر نجات بده. ما گفتم این چی گناه داشته باشه؟ گفت کان لسانه فاحشه، زبانش حقارتی بود، حقارت میکرد، دشنام میداد، مردم آزار میداد، مردم خفه میکرد. اما آداب بخاری هم در آداب المفردش آورده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر خدا پرسیدن که یا رسول خدا یا زنای ما میشناسم، چه زنه که خوبه، نمازشو میخونه در وقتش، با نمازی شب دارد، تهجد دارد، روزش میگیره، رمضان با روزهای نفل دارد، با گوه مردم خیر میکنه. اینه که یک فعلی بد دارد که کان لسانه فاحشه، یا گفتن سلیطة اللسان در روایت دیگر زبانش کدی مردم آزار میتیه. پیغمبر خدا گفتن لا خیر فیها فهی فی النار، در این زن گفت یگان خیر دیده نمیشه، به همین رفتارش اگر که مردم آزار میتیه دنیا گذارد جهنم و دوزخ میره. به آزار مردم بسیار گروهی کبیره. یه روز ببینی مردم چقدر دشنام و حق رو تو آزار میتیه. حضرت عایشه مادر پرسیدن که میگن در قبر عذاب رسته؟ گفت بله رسته. گفت من یه عذابشو نقل میکنم. خداوند گفت برای بعضی از نفرها در داخل قبر 2 مور آماده کرده. مور ببینید، یک تاشای بالای سرش میداره، یک تاشای پایین این معقدش میداره، هر دیش در بین در شکم گو میخوره. یک عذاب برای همین. در حدیث بخاری گفت یک مور در خانه قبر بعضی ای بایهایی که ثروت خدا داد چون زکات ندادن، مور 99 زبان دارد، 99 زبان آماده میکنه، همین مولای همین را گرفته خدا مور کرده. و خدا قدرت داره، هر روز نشش میزنه، میگه هر روز نشش میزنه، همینجا دل اختارش میگیره میگردیده، میگفته تو کی؟ میگفته انا مولک و کنزک، من مول و ثروت و گنج های تو هستم. دلت میسوخت، دلت میزد وقتی زکات اکی این روز خدا بر فرمود و در مورشم تو تا قیامت عذاب فقط برزخ خدم میاد. ولی بود در قیامت چه عذاب در سوره توبه اومده که خدا مالهای اینها را میگرفته در داخل دوزخ میدروارده، گرم میکرده، داغ میکرده، در چهره و در پیشانی در پشت این انسانی که بای بود و زکات نداده بود میسوزونده. با ذوق انک انت العزیز الکریم. خانه قبر رو بنا میکند پیش از آن که داخل قبرش میکند. یعنی در روی زمین اگر خدا را عبادت و پرستش کرده باشیم، وقتی ما و شما را خانه قبرمون میبردیم، همه قبر ما را مهمونداری میکرده، پیشواز میگرفته، مرحبا خوش آمدی میگه، اون نفری که تو در بالای من تا روزه بودی یگان جنایت و معصیتی نکردی، ای روی تو شده من یگان آزار ندیدم، فقط طهارت میکردی، نماز میخوندی، سجده میکردی، قرآن میخوندی، ذکر میکردی.